با خدا قسم وقتی میبینی در چهره این نمیگه یک نهاد مهم در راهبر است، یک چاپلوس، یک کارگری مقاماتی که در روش پوست خوک کشیده است، در برابر ماتم مردم در کوچه ها خواب این بشرف برآمده است. ما استقلالیت داریم، ما صلح داریم، شما با رحمان آماده هستین، راضی هستین، فلان هستین. از چه چیزی رحمان این مردم راضی باید باشه؟ ای بشرف. و تو نمیبروی در اینجا سرت خم با جناب عالی راضی هستیم، میگو در کدام فیلارمونی نشستگی است یا که در کدام سیرک نشستگی است، میمون بازی داره. مردم جمع کرده است، این سیرک باز است، یک میمون دیگه در دستش است، مردم تماشا داره. گویا مردم یک تئاتر رفتگی است، مردم بر سوی مرگ رفته است. ما موضوع را شروع میکنیم از مهاجرت. البته باز هم اکنون مثل پرنده که موسمی است در یک منطقه سرد میشه، بعضی از پرنده هایی که دیگر طاقت سردی ندارن آنها کوچ میبندن، پرواز میکنن به منطقه های گرم. و اگر رفت و باز در آنجا کمی هوا دیگرگون شد، باز هم به یک منطقه دیگر، مثل کوچمنچی هستن پرنده هایی که خب در یک هوا در یک منطقه نمیتونه کلا زندگی کرد. و دوستان عزیز، امروز مهاجرت هم نیست چنین صورت گرفته است. زیاد از هموطنان ما در سردی زمستان برمیگردند به وطن و بعد از اون که 2 ماه یا 3 ماه سپری کردند دوباره برمیگردند باز هم به مهاجرت. درست است. عادتا تمام نفرایی که امروز ما را میبینند شاید زید ما هستند در اون فکر که بله مهاجرت در همه جا است. و من از همین منبر بلند صدای مردم میگم که بله مهاجرت در تمام کشورهای دنیا هست، نه وابسته از اقتصادش. اگر بهترین کشور اقتصادی را ما بگیریم مهاجرت داره. مهاجرت دیپلماسی، مهاجرت خب توریسم، مهاجرت اقتصادی، مهاجرت سیاسی، مهاجرت خب نظامی. خب عادتا کشورهای بزرگ را بگیرین یک گروه از نظامیاش سفر میکنه به گجاف، سفر میکنه به خب یکی از کشورهای دیگر، در اونجا سالها خب همو پایه خود را میگذارن و کشور دفاع میکنن. و در وطن ما هم نیز مهاجرت هست، در وطن ما هم نیز مهاجرت هست، اما مهاجرت ما از دیگر مهاجرات فرق میکنه. عادتا اگر امروز در کشوری که من قرار دارم آلمان ما نظر بکنین مهاجرت خب مردم ترک زبان رو، ترکیه رو که زیاده از چند ده ساله است که آنها مهاجرت خب اقتصادی دارن، کسایی که مهاجرت مهنتی از یک کشور به یک کشور دیگر آمدن و همچنین یک مهاجرت مهنتی کار میکنن. ما تا امروز دیدم که از طرف یک نظامی، یک پلیس اون تحقیر شده باشه، دشنام شده باشه، تجاوز کرده شده باشه و حتی به آبروش بکنن و روانه زندانش بکنن بدون کدام جرمی. ولی در مهاجرت ما چنین هست. درست؟ بله. و مهاجرانی که آمدن در آلمان ایستادن و کمین گرفتن، آنها از مهاجرت ما چگونه فرق میکنن؟ مردم ترک آمد در اینجا فرهنگ خود را پیاده کرد، مدرسه دارن، مساجد دارن، مارکت های ترکی دارن و دیگر جمعیت های زیاد از ترکیه که مردم نیازهای خودشان در آنجا میرن حل میکنن و دیگر شاخه هایی که پیوست شدن، خصوصا شاخه اقتصاد. زیاد از اقتصاددانا هم آمدن، زیاد از اقتصاد این کشور هم مردم ترک است که چرخ میزنن. در کدام حالت مالکیت آنها غصب کرده میشه یا که از دولت مالکیتش میگیره یا که دکانش بسته میگیره، در حالتی که جنایت صادر میکنن. ولی ما در این مسئله برمیگردیم که چرا شهروندان ما تاجیکستان رو ترک میکنن، یک گروهش میره به مهاجرت. البته در مسئله اقتصادی اگر بگیریم مالکیت اون غصب کرده میشه و خانه و در اون گرفته میشه و تجارتش گرفته میشه و میره دیگه مهاجرت. ولی نقطه دیگری است که بعد از جنگ شهروندی، خب زمان شوروی ما دیگر قریب طوری 70 سال زیر حکومت شوروی بودیم، مردم ما میرفت میومد، ما دیگه بحثی او را نمیکنیم.
در بعد از استقلالیت به دست آوردن ما بارها در این نقطه حرف زدیم، ولی موضوع ربط داره به همین مسئله که باز هم مردم ما بنابر از خب در کشور جنگ خونریزی شد، برادرکشی شد، ضرر در اقتصاد کشور آورد و مردم یک سالی رو انتخاب کرد که ما یک مدت 10 ساله بریم در مهاجرت تا کشوری ما نو تاسیس است، چیزی بسازن، جایهای کار و اقتصاد، صنعت و دیگر مسائل ها رونق بگیره، اوج بگیره و ما دوباره بر بگردیم به وطن و صاحب کار و زندگی شیم. ولی 10 ساله سپری شد. ولی رحمانوف کار کرد. من ضدیت پیدا نمیکنم که اصلا کاری نکرد. خب تا 10 ساله چون قماندان های صحرایی بودن و نفرای غیور و شجاع بودن، تا این درجه نمیگذاشتن که دامادش یکی از بازارها رو بگیره یا که فرزندش دیگر صاحب منصب شوه یا که نویره که 21 سال داره الکی میلیونر از گجا پول کار کرد، در گجا رفت معاون کدام یک بانک ملی شد و معاون کدام یک رئیس و وزیر شد. اونها دیگر در اون زمان ها نبود. خب با مرور زمان بنابر ضعیفی مردم، بنابر از سادگی ما و شما استفاده بودن، یکی را به دیگر جنگ انداختن، یکی را ریش گذاشتن کشتن، یکی را ریش گرفتن کشتن، یکی را سلفی گفتن، یکی را تروریست گفتن، یکی گفتن انقلاب میکنه، یکی دیگر گفتن وین پیوراد میکنه و دیگر حالت ها همه را از بین بردن تا 10 ساله 10 ساله. بعد از سال 2010 این جانب حکومت رحمانوف خب حکومت اولادی را ساخت. آهسته آهسته بچه ها را پیدا کردن، آهسته آهسته خب مار بچه ها غصب کرده آمدن. معاون یکی از بانک، معاون وزیر کارهای خارجی، معاون وزیر کارهای داخلی، نمیدونم معاون فلان انرژتیک، فلان معاون فلان کارخانه، همه آمدن. 5 ساله گذشت. بچه ها مار شدن، بزرگ شدن و چی کاری را انجام دادن؟ خب بزرگ شدن و اون بزرگ شدن و او کسانی که در بالا رئیس و وزیر بودن آنها را یکی را زندان کردن، یکی را کشتن، یکی را به نام و نشان کردن، در اونها رئیس و وزیر و معاون وزیر شدن. خب آمد به بالاترین دالان های مقامات حکومت، رئیس دستگاه، رئیس پارلمان، بانکدار، این آن همه را گرفتن. حکومت تاجیکستان شد حکومت اولادی. مهاجرت هیچ عوض نشد، برعکس نسل جوان را از فرهنگ از سیاست بیرون کردن. در مکتب و مدارس ها درسی درست نیست، همه چی پول، همه چی تجارت و هر یک از این بچه هایی که بزرگ شدن یک شاخه را براست خود گرفتن. یک معارف گرفت، یک فرهنگ گرفت، یک تجارت گرفت، یک نظامی ها را گرفت، یک دیگر یک خارجی را گرفت، یک دیگر داخلی را گرفت. تمام نهادهایی که جای درآمد است، جای پول است، جای تجارت است، همه را ضبط کردن، غصب کردن، گرفتن. کدامش کمی نفوذ داشت، کمی عزیزتر بود، جایهای سرپول و درآمد گرفت. کدامش که او قدر فهمش سیاسی و قدر خیرات نداشت، رفت یگام جای را زد لط و کوب کرد و خب نامرد باشیم و زنده باشیم گفتم مالی کدام بازار را گرفتن که اونا صاحب کار نیستن. اخشون در بازار کار کنی نمیگه که باز هم بازار را فعال بکنن. به هر حال در اون کار کردن. با توسط کدام جنایت آتش زدن مالی کسی را گرفتن، کسی را گفتن 1 زن و 2 زن و 3 زن را بردن زندان کردن، مالی او را گرفتن. در عموم تا امسال داره همین قضیه دوام میکنن. ولی دیگر راهی نمون که اینها چگونه پول کار بکنن، راهی ندارن. راه گرفتن به سوی تجارت های شناسنامه، به سوی کاغذ هایی که باید یک مهاجر برگرده و دیگر راه ها. و کم پولدار شدن، شرکت های هوایی ساختن، سامان ایر ساختن، این ایر ساختن، حسن کمپانی ساختن، حسین کمپانی ساختن، در عموم کار کردن. از پول مردم برای اگریگاتی راغون گرفتن، هواپیما خریدن و دیگر بیزنس تجارتی که مردم رفته و میبی او را به دست گرفتن. و هیچ یک شرکت خارجی آزاد فعالیت نمیکرد. حتی شرکت دولتی که ما تاجیک ایر داریم با اندازه شرکت سامان ایر رکلام نمیشد. رحمانوف وجه که در تاجیک ایر بروه که خب کمپانی دولتی است و درآمد در دولت بیا، با سامان ایر کمپانی خصوصی میرفت. مالکی مالی حسن اسدالله زاده. این نقطه را همه را حرف زدیم.
و مهاجرت آمدن در یک وضعیتی از دشوار قرار گرفتن در سال 2020 و 2021 خب مسئله بیماری کووید 19 آمد. مردم در دو حالت مظلومون، چی در داخل تاجیکستان چی در خارج. در روسیه فضا بسته شد، جای کار نیست، مردم در بدر، مردم گرسنه تشنه گریه میکرد، داد میگفت خب کسی کمک میکرد، کسی زحمت بگه دستشون درد نکنه، ولی به اندازه باید و شاید حکومت برای مردم کار نکرد. به هر حال هر کسی که در همه حالت هم صدا بلند کرد، یک برادرش یک خواهرش بردن امنیت دعوت کردن، ظلم کردن، خاموش شدن. ولی آیسته آیسته خب باز هم مردم صبر کرد، تحمل کرد، زمستان نگذراند، خواست که باز برگردن مهاجرت. ولی حالت بیماری حالا تمام نشده است. در بعضی از کشورها محدودیت ها هست. مردم به هر راهی که باز هم باید قرض بگیره، باید از کسی پول بگیره، کرایه بکنه، روا مهاجرت. چون کارخانه نیست، زواد نیست، کشوری اقتصادی نیست، که اجتماعی نیست که مردم بیکار باشه براش پول بده، مردم بیکار باشه غذا بده، خب چیزی براش بده. مردم مجبور میشه باز هم مهاجرت روا. باز هم رفتن از همون بانک هایی که مالکیت اینها از پول میگیرن و از همون شرکتی که باید چیپتای هواپیما بگیرن پرواز بکنن، مالکیت اینهاش دیگه، از اونها گرانترین قیمت بلیت میگیرن، چیپتا میگیرن و میبینن در فرودگاه بنا بر سبب هایی که بلیت یک شرکت میفروشه گران است و دیگر شرکت های خارجی میخوان کمی ارزانتر مردم بیارن و برن، در اینجا مانع میشوه کمپانی های خصوصی و اگنتی اویاسیای تاجیکستان نمیگذارد تا که هواپیما پرواز بکنه. مردم تا 10,000 12,000 سومان یک چیپتایی که 2 سال پیش قیمتش چند بود میدونیم، مگر پروازی که میکرد ساعتش دراز شد؟ نه. مگر راه دورتر شد؟ نه. یعنی گرانی چیپتا است برای چی؟ در ماتم مردم هم اینو رقصیدن. مردم گرسنه است، مردم قرض گرفته است، مردم از بانک هایی که گرانترین کوفیسیانت داره، فایز داره، رفتن پول گرفتن، بلیت گرفتن، چیپتا گرفتن، آمدن در فرودگاه، شرکت های خارجی راه خط نداره، حق پرواز نداره، بسته کردن. برای برگه که از کووید 19 باید بگذره، بیماری بگذره، میره و از شرکت های اینا هر روز هر دقیقه پول میتین. صدها مهاجر در فرودگاه روز تا بگه خواب، یک مسخره باز، یک میمون، رهبر یک نهاد میبره در روز ماتم مردم. ما با جناب عالی هستیم، ما از رحمانوف راضی هستیم. ای به شرف، ای به خیرت، در مصیبتی که بالای مردم آمده یخش میگه من 4 شو در روی سیمه خوابم. تو عقل داری؟ تو در سیرک نشسته که داره با مردم سیرک بازی کردی؟ میمونی؟ تو کو انسانی، تو کو راهبر یک نهادی. وظیفه تو فابریکه جواب نیست، تبلیغ اوانگارد نیست که تو به برای بگو که راهبر کشور آماده این استقلالیت. تو به استقلالیت کارو چی؟ تو کو مشاوری رحمانوف نیستی؟ تو کو هیچ ربط به استقلالیت نداری؟ تو کدام رسانه خبری نیستی، کدام روزنامه‌نگار نیستی. وظیفه تو کو برای مردم سوالهاش جواب دادن که چرا ما 4 روز میشوه در فرودگاه خوابیم، هواپیما سفر نمیکنه، پرواز نمیکنه، ما گرسنه، ما در زمین موندیم، مشکلات ما را کی باید حل کنه؟ این به شرف آمده است. ما با جناب عالی هستیم. ما این نوار را میگذاریم. آماده است؟ خب یک بار در کلان بگذاریم نوار را. مرا بگیرین کلان بگذاریم. مستقل است، 30 سالگی استقلالیت داریم. همه ما از حکومت کشور راضی هستیم. البته چرا نه؟ از جناب عالی راضی هستیم. البته راضی. من نه که بسته برای جناب عالی همه یک جا بپیش. برای جناب عالی ما این کارا ببینین. این چی میمون بودی است؟ این چی به فراستی و به نظامی است؟ تو راهبری کدام تبلیغات هستی؟
با خدا قسم وقتی میبینی در چهره این نمیگی یک نهاد مهم در راهبر است، یک چاپلوس، یک کارگری مقاماتی که در روش پوست خوگه کشیده است، در برابر ماتم مردم در کوچه ها خواب این بشرف برآمده است. ما استقلالیت داریم، ما صلح داریم، شما با رحمان آماده هستین، راضی هستین، فلان هستین. از چه چیزی رحمان این مردم راضی باید باشه؟ ای بشرف، ای بتمیز، به فراست شما واقعا در عقل کلان شدگی من نمیدونم. از نظر من وقتی همین مصیبت نگاه میکنم به حالتون میخندم. شاید جامعه تاجیکستان به حال شما میخنده که در مصیبت مردم، در حالتی که مردم روزها شد باید شما بزانو بزنه از این مردم معذرت خواهی پرسین، التماس خواهش کنه که ای مردم ما را ببخشین، واقعا یک مشکلات ما داره، ما انشالله این مشکلات حل میکنیم، اما شما صبور باشین. ولی قبل از اونه که در یک از کشورهای اروپایی بود خطا نکنم، برای جلسه راهبر همون جلسه چند دقیقه دیر میکنه به استعفا میروه. همسرش مریض میشوه یا کودکش مریض میشوه، باید بیمارخانه میبرده است چون راه دیگه نداشته است، ولی ساعتی کاری است، میبیا دیر میکنه در نزد اون همون نفرایی که در جلسه نشستن، شاید پارلمان بود، من شاید انیقتر فراموش کردم، به استعفا میروه. چون میگم من وقتی کاری خدمتی که برای مردم میکردم برای کاری شخصی میکردم، به استعفا رفت. اما این مسخره بازا در و زمانی مسئولیت دارن، راهبر هستن، مسئولن، باید امروز برای مردم جواب تن، برو آمدن مسخره بازی دارن خطی مردم مظلومه که میگم ما قرض گرفتیم از بانک ها. ای راهبریت، ای نظامدار، ما از بانک ها قرض گرفتیم و هر چی زودتر باید بریم توی پول برگردونیم که فردا بانک نره و خونه ما را بگیره. اما این مسخره باز برو آمده است، این افسانه خیالی برو آمده است، با مردم چی میگه؟ یک بار دیگه میبینی. کشور راضی هسته؟ از جناب عالی راضی هسته؟ چگونه باید این از سیاست بخیرتمندانه شما این مردم راضی باشند؟ این یک راهی ترس، یک راهی که مردم دارن میترسونن، راهی که مردم نباید از سیاست کار بگیرن. شما راضی نه؟ اگر راضی نباشین دیدین این منطقه در سرشون شلپا موندگی. شما راضی نه؟ مردم مظلوم بیچاره باید بروه، باید. اگر شجاعت میشد، اگر میدانست که امروز همین جوان زندان میشوه، حکومت اجتماعی است، برای مردم زندگی میته، برای زنی او همسر او غذا میته، میگفت ای خاک تو سرت قطعی همون جناب عالیت، ای به شرف، ما 4 روز شد در روی سیمین خوابیم، یکی از شما برو آمدین از این مردم معذرت خواهی کردین؟ آیا در دوام این همین قدر مشکلاتی که بالای مردم آمد، چی در مسئله بیماری، چی در مسئله جنگ در مرد، آیا جناب عالیت برآمد از این مردم عذرخواهی کرد؟ برای کدام عملش باید این مردم از او راضی باشند؟ مردم به سوی غلامی رفته است. این بخیرت برآمده است میگه ای مردم شما غلامی میرین، برای غلامی راضی هستین؟ بدبختانه این مردم ما هم زندگی قشاقی سخت، بله ما راضی هستیم. این مرگ است، واقعا مصیبت است برای یک ملت که برای غلامی خانه در کدام اجنبی را پاک کردن راضی هستن، برون پاک بکنن، اما نگن که ای به شرف، ای به تمیز، ای به خیرت. هیچ بحث سری دیگر است. ما خرسندی نرفته است، شما از ما این سوالا بکنید. شاید از بین اینمی صدها نفری که اومدگی است 10 نفرش در مقابل مرگ روبرو می شود. شاید 10 نفر این با تهمت های بردرو زندان می شود. شاید 20-30 نفر این مرگ مادرش نمیبیند. تو بخیرت، تو بشرف، چگونه در روز مصیبت آمدی از جناب عالی تبلیغ داری؟ تو راهبر یا تبلیغاتی کدام نهاد هستی؟ تو کی هستی خودت اصلا؟ یک بار این 4 دقیقه ای که این نفر زیاد گپ میزنه، 4 کلمه ای که میگه، یک بار آدمی با عقل، آدمی سالم نگاه کنه، یک مصیبت هم میبینه بالای میلاد. این کی از خودش؟ در ماتم مردم دایره نواخته است. گفتی قول تاجیکی که مرده را ماندن توتخوری رفته است. در اینجا جوان در مقابل مرگ روبرو میشه،
ما شما میدونیم کشور روسیه را ده ها و صدها جوانای بیگناه ما در زندانند. ده ها و صدها جوانای دیگر را بدون کدام مشکلات دپورت کردند چندین سالها. ده ها و صدها جوانها بی نام و نشان شدند. ما میدونیم سیاست غلط دارن. اما این بخیردا در روزی که مردم میرود در ماتم روپرو میشود، شاید در سردخانه های روسیه ماها میمونه یک گروه از این جسد کسی صاحب نمیشه، بالاخره خاکستر میشود. ما میدونیم که این بخیردا هم میدونن که همین مشکلات است، ولی بر اومده است در روی ماتم مردم. ما با جناب عالی راضی هستیم، شما راضی هستین؟ این چی نمود فلسفه زندگی است، چی نمود فلسفه راهبری است، این چی نمود راهبر است، چی نمود مقامدار است. اینا کی انتخاب کرد از این میمون بازا در این نهاد؟ دیگر شخصیت مگر فرزند این ملت، مادر این ملت دیگر جوان نزاید که یک نفری بخیرت راهبر باشد؟ مگر این ملتی که ما میگیم سامانی داشتیم، رودکی و بوعلی و فردوسی و سینا و فلان داشتیم، مگر از او رودکی، از او سینا، از او حافظ دیگر یک نسل در این ملت باقی نمانده است که یک نفر بخیرت بیا راهبر شود در نزد مردم بزانو بزنه در حالت مشکلات، بگه ای مردم من از حساب شما زندگی دارم، من از حساب شما خانه و در دارم، زن و بچه من از حساب شما میخوره، ما را ببخشید، ما هم چون یک راهبر امروز مشکلات های شما را حل کردن نتونسته استیم. اما این بر اومده است در روز ماتم مردم دایره گرفته است، ای برین میمورین شما غلامشین، فرقی نداره، برای من بگین. از رحمان راضیین؟ البته من نه کی بسته برای جناب عالی همه یک جا بپیش برای جناب ما این کارا این کارا حال مهونه اکو ما این کارا حال میکنیم، کوشش میکنیم. واسط التماس دیان بلوخه من جوابش کنیم همین ما یک سیاست میرا همین تمام حالات گوش کنه میشود. این نسبت این مسئله ما همین چند ماه دوام دارد بلیت و در این یک کنیم ماه طلبات سالانه مسافرکشانی به سمت فدراسیون روسیه خانه گردانده نمیشه، دشوار است و این ما باید درک کنیم. الان با به اویتیکاری به واسه سروای دولت مدام دشوار است، مشکل است، سخت است، مردم رفتن نمیتونن. چرا سیرای مردم گرفتن میشه که در رسانه هاتون ببرین کینه‌های فحش فاحشه‌تون در رسانه هاتون نشان بدین که فلانی با فلان کس خواب و خیز کرد؟ چرا مردم دعوت نمیکنه؟ مردم در همه شب و روز شما سفر نکنین، بلیت نخرین، شما صبور باشین، شما نرین. مردم دولت زنده است، پاینده است، قدرت داره، توانایی داره، شما رو میخرونه میپوشونه. شما سفر نکنین، پس امکانیت پرواز نیست. چرا نمیگین؟ یک حکومت مسئولیتش چی است؟ همون کاری تمام وزیرا و رئیسایی که امروز دارن مسئولیت دارن یک نفر میکنن. اگر در چنین حالت درباره مردم نیستین، پیشنهاد همین است که پارلمان کشور برهم داده شود، اون مفخورا از اون منبر باید بفرویان. همین کاری که امروز تمام وزیرا و رئیسا یک چاپلوسی میکنن، یک نفر بس است. نیاز نداریم ما با این همه نهادها. این به شرف مسئول است، میگه شرافت و خیرتمندانه پیشوای ملت ما این مسئله را میبینیم. او پیشوای ملت کو ریا چیگ نیسته. رحمانوف کارشی به این مسئله مگر همون قدر بیکار مانده است که دستش به همه کار میرسه است. یک راهبر را تعیین میکنه، تمام راهبر کارش میدونه و روزی لازمه دعوت میکنه، روزی که این مشکلات باید راهبر ببینه که در فرودگاه شهر دوشنبه یا که ولایت سوق صدها نفر در کوچه مانده است، باید این بخیردا را دعوت کنه که اینجا بیاین، من شما رو برای کدام کار تعیین کردم، شما کجا را نگاه دارین، وظیفه شما چی است؟ راهبر باید گپ بگه کو، باید از کار خالی نکو. چرا امروز تو حالی بخیرت در وظیفه است؟ چرا دعوت نمیکن که مردم در کوچه مانده است؟ برو آمد از پیشوای ملت و جناب عالی و فلان گفته سی، تو کی اصلا برای تو کی حق داده است؟ ولی نه، خاموش.
خب بگیرین. گردونده خیلی سبحان زاده بگذار. وزارت نمیکنن این مردم ها بودی. بهشت روی زمین وطن آباد است. خواب بیاین کار بکنی. رحمان گفت 1 میلیون جای کاری نماینده ساختم. شرکت با ما گفت که ایرانی. ما میلش بر میگردونیم، نه که مسافران نرخی چیپتر را برگشتن گرفتن نمیخواهند. میگه راست است. اگر برگردانی شود شما میخواهید گرفت؟ برای چی نباشد؟ برای عملی نمودن پرواز کاربری رفته ایستاده است، با ساختارهای داخلدار موافقه می شود و در دایره طلبات جاری اگر مطابقت کند با طلبات برای اجازت پرواز چاره‌جویی کرده می شود. از جانب سرور دولت دستورهای مشخص داده شده. این راهبر یک نهاد دستورهای مشخص از جانب سرور دولت. پس تو چی لازمی؟ نه تو چی لازمی؟ تو مسئولیتی تو هستی. من امروز معلمم با طور مثال یک طلبه میبیا مسئولیتی ما است او را درس دادن. رحمانوف نمیبیا او را درس بده. و اگر او بیسواد ماند مسئولیتی من است، مسئولیتی رحمانوف نیست. و فردا پدر او نزد رحمانوف نمیره، نزد من میبیا که ای معلم تو گو از معارف معاش میگیری، تو کو معاش دولت برای تو میته، چرا فرزند بیسواد است، چرا درس نیستی، چرا مکتب و مدرسه درس نیستی؟ ولی این گوکلا مسئول یک نهاد مسئولیت داره، چاپلوسی داره، میگه من کار ندارم تا رحمانوف چیزی نگه من هیچ کوکده نمیتونم. است که تمام مسافران برای متشکلانه سفربر نمودن و جایهای دسترس چاره‌جویی کرده شود، خط‌سیرها افزایش داده شود، جغرافیا پرواز فسیح کرده شود. برای افزایش دادن خط‌سیرها اجازت دادن خط‌سیرها مانعگی نیست، یگان غرض هم نیست، همه با یک ترتیب اجازت میگیرند. فقط و فقط شرکت ها باید طلبات رعایت نادرست است آنها بسی میکنیم و ما باید فراموش نکنیم دولت ما تینج است، مستقل است، 30 سالگی استقلالیت داریم. هی میمون باز استقلالیت در 30 سالگی استقلالیت شما شرم نمیکنید؟ توده مردم از وطن فرار دارند. استقلالیت برای چی است پس؟ اگر 100 سالگی استقلالیت باشه فرض کردیم، مدام که مردم گروه مهاجرت میروند، این جنگ است، این استقلالیت نیست. این جنگ است، جنگ داره مردم میمیره، مردم نسل جوان متخصص قوه کاری یک وطن از وطن خود فرار میکنه، میگه ما 30 سالگی استقلالیت داریم. استقلالیت چی لازم مدام که گروه مردم فرار داره، گروه مردم ترک وطن میکنه، استقلالیت چی در کار؟ زمانی که شما دعوای استقلالیت بکنین که به هر یک شهروند تاجیکستان جوابگو هستین، به خون هر یک شهروند جوابگو هستین و تو نمیبروی دیگه سرت خم با جناب عالی راضی هستیم، میگو در کدام فیلارمونی نشستگی است یا که در کدام سیرک نشستگی است، میمون بازی داره. مردم جمع کرده است، این سیرک باز است، یک میمون دیگه در دستش است، مردم تماشا داره، گویا مردم یک تئاتر رفتگی است، مردم بر سوی مرگ رفته است.